بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و این به محل ساختمان مدرسه مطهری و دفتر پرنسپل مدرسه مطهری است و این کتاب هایی که در روی میز به کتاب هایی که از اول کلاس تا هشتم کلاس کتاب هایی که جدید چاپ شده و آماده این به عنوان نمونه اینجا آورده شده و بر اساس این کتاب های نمونه تعداد کتاب هایی که مورد نیاز مدرسه هست درخواست میشه و بر اساس اون درخواست های کتاب ها تهیه میشه و بین دانش آموزان توزیع میشه و این کتاب هایی که از اول کلاس به زبان انگلیسی هست کلا یعنی و انگلیسی هست و این کتاب حساب هست و این کتاب هندی هست و این کتاب سوشل هست و این انگلیش هست و این کامپیوتر هست از اول کلاس و این جنرال نالج هست و این آداب اردو آداب هست و این گرامر هست و این ساینس هست و الحمدلله این کتاب ها در کلاس های اول هم تدریس میشه و این کلاس دوم هست و کلا به زبان های انگلیسی کل کتاب ها شده و در بین این زبان های اردو هست و زبان های هندی تدریس میشه و کلاس های سوم هم این کتاب ها کلاس سوم هست و این کلاس کتاب های کلاس چهارم هست و کلاس پنجم تا کلاس ششم هشتم و نهم کتاب ها رسیده، نمونه های کتاب اینجا رسیده و هنوز دو کلاس دیگر کلاس نهم و دهم کتاب ها هنوز نرسیده و این کتاب ها درخواست شده، همون نمونه های کتاب اینجا نرسیده. بعد از تایید گروه های علمی این مدرسه این کتاب ها برای یک سال تعیین میشه و بر اساس این کتاب ها در این مدرسه تعیین میشه و الان اساتید این مدرسه الحمدلله همه گریجویشن هست و امتحان هست و الحمدلله سطح بالای علمی یعنی برخوردار دارن و پرزیدنت این مدرسه اکنون مارشال قاسم هست. قبلا مدرسه مطهری پابلیک سکول کارگیل بود، الان پابلیک سکول مطهری های سکول سلسکوت الان ایشون حضور دارن. الان ایشون حدود 2 ماه هست اینجا آمده و پرنسپل قبلی مدرسه ما عوض شده و الان مارشال قاسم و این مسئولیت این مدرسه را عهده دارن و ایشون یکی از شخصیت های علمی خوب دیستریکت شهرستان کرگیل هست و امیدوارم ما در حضور ایشون این مدرسه وضعیت تعلیم این مدرسه خیلی یعنی تغییر خواهد یافت و اکنون اینجا از حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شیخ مرزا امام جماعت این منطقه حضور دارند و یکی از شخصیت های زحمتکش و این منطقه هست و بر اساس زحمت های فراوان ایشون خیلی در بین مردم خیلی شخصیت خیلی خوب برخوردار هست و حاجی محمد اینجا به عنوان سرپنچ 3 شهرستان منطقه خود سلسکوت هست. ایشون هم یکی از زحمتکش های کارهای اجتماعی و هست. الحمدلله ایشون هم روحانی بومی هم یعنی دارن و درس های مذهبی هم خونده هست و یکی از آقایون محترم دیگر یکی از اعضای خود مدرسه مطهری آقای سید علی موسوی هست. ایشون هم الان در اینجا حضور دارن و افرادهایی هستن که زحمتکش هست و در این مدرسه به عنوان عضو مدرسه مطهری حضور دارن و الحمدلله ما مدتی که اینجا هستن در تأسیس خود تعمیر خود ساختمان مدرسه مطهری و تأسیس و سنگ بنیاد این کانفرنس هال که الان تازه یعنی تأسیس شده الحمدلله یعنی مشغول هست و امیدوارم انشاءالله
در آینده سالهای نزدیک و کل ساختمان ها و کل فعالیت هایی که در ساخت و ساز این مدرسه هست یعنی خوب برخوردار هست. ما الان این ویژن نصف العین این مدرسه، ویژن این مدرسه که آینده تأسیس خود دانش یونیورسیتی و هم کالج، تأسیس کالج و یونیورسیتی یک ویژن تعیین شده است. الحمدلله در این منطقه تأسیس یونیورسیتی خود شهرستان کرگیل هم حدود 500 یعنی کران زمین واگذار شده و در کنار اون یونیورسیتی هم مدرسه ویدیاله هست و خیلی در سطح کرگیل خیلی معروف هست و این مدرسه از طریق خود دولت مرکزی هند و تمام یعنی هزینه های این مدرسه تأمین میشه. کافی.